خب خدا رو شکر منیزیم روزانمونم تامین شد و دیگه نگران گرفتگی‌های عضلاتمون نیستیم. تو این ویدیو میخوام در مورد این قضیه صحبت کنم. برو بریم. سلام، من حسین شفیعون هستم. قطعا منو میشناسید و اگر نمیشناسید یعنی تازه کانال من رو سابسکرایب کردید یا قصد دارید که همه الان برین سابسکرایب کنین و لایک و کامنت و اینا برام بذارید. نه خدا وکیل دمتون گرم. چاکر. قضیه چیه؟ قضیه که اصلا میخوام دارم این ویدیو رو میگیرم براتون چیه؟ قضیه اینه که یه سری چیزای پیش اومده، مثل اینکه میگن آقا گرفتگی عضلات داری، منیزیم خیلی خوبه، کمک کننده است بهش، تا اینجاش علمیه. بعد میگه که نری قرص جوشان منیزیم بخوری یا شیمیایی خوب نیست. چرا؟ من میخوام ببینم مگه این موزی که الان نصف شده گشنم بود، خب این موز اندازه یه قرص منیزیم داره؟ قرص جوشان منیزیم که تو ایران الان ترند بازاره و هست و این پیدا میشه 250 میلی گرم توش منیزیم داره. آیا یک عدد موز انقدر منیزیم داره؟ فرض مثال که داشته باشه، آیا کالری برای ما اینجا مهم نیست؟ 100% مهمه. اصلا کالریه که خیلی داره ما رو اذیت میکنه. به چه جهت؟ به این جهتی که این حرفایی که این شیاد دروغگوهای تو فضای مجازی میزنن، قضیهش از اینجا میاد که میگن اونا شیمیایی برات بده اما قضیه چیه؟ کالری از یه حدی که بره بالاتر، خب تو رژیم ما این رو سلامتی ما هم میتونه اثر بذاره دیگه. همه چی بستگی داره به هدف ما. اما قضیه اینه که من اون مقدار منیزیمی که از قرص جوشان میگیرم رو اگه بخوام از موز بگیرم یه کالری زیادی الکی به خودم دادم. اون قرص منیزیم کالری نداره چون منیزیم فقط. ویتامین B6 هم بعضی شرکت‌ها میزنن بهش که واو عجب چیزیه که همش کالری نداره، یا اگه داشته باشن چون ریزم و قضیه خیلی 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 کم دارن. و قضیه اینجاست دیگه، کالری خیلی مهمه. آدم عادی نمیره دنبال منیزیم، اوکی؟ آدم ورزشکار معمولا میره. آدم عادی هم داریم و الان کامنت نذاریم بگین نه ما عادیم ولی منیزیم میخوریم. ورزشکار عموما میرن و ورزشکار چی براش مهمتر از کالری مصرفیش؟ مغز خر خورده بره موز بخوره. فکر کنم یه موز چقدر 100 کالری داره، 100 گرمش 70 کالری داره، نمیدونم همچین چیزی. نیازی نداره به این قضیه که بخواد بره این کار رو انجام بده. بعد قضیه دیگه که هست، ببینید مثلا میان و میگن که مردم مثال بزنم، آها میاد میگه آب لبو بخور قبل باشگاه. چی بود؟ بچه های کراسفیت بود. حالا آدم حساب کار درستی نمی میکنه این قضایی، اما اون بحث موادی که داخل آب لبو هست که من الان ذهنم یاری نمیکنه دقیقاً چی بود، که به طور کل باعث افزایش نیتریک اکساید تو بدن میشه و پمپاژ خون رو میبره بالا از طریق گشاد کردن عروق ما. خب حالت عروق ما رو ارتجاعی میکنه اگه درست بگم و عروق ما راحت تر باز میشن، در نتیجه خونه بیشتر به سمت عضلات ما میره. اون مقدار ماده رو آب لبو ما بخوایم ازش دریافت کنیم یه کالری به شدت زیادی هم اومدیم دریافت کنیم. حالا درسته فرد کراسفیت کاره و اصلا به اون صورت براش مهم نیست کالری و اینا و دیدیم رژیم غذایی کراسفیت کاره چی جوریه چون دمشون گرم، تمریناشون هم سنگینه. اما الان دنیای علمه و 1000 ماست که قهرمان درست میکنه. همون مایکل فلیپس درست بگم که رژیم غذاییش چجوری بود؟ روزی 10,000 کالری بود. همون هم با علم رفت جلو و میتونیم بگیم که اگه اون رژیم غذایی مثل
چیزو داشت، بسکتبالیست مایکل جردن بود فکر میکنم، مثل اونو داشت، هنوزم داشت مسابقه میداد. خیلی اینو مهمه، بحث کالری که داریم میرسونیم، کما اینکه مایکل فلپس نیاز داشت به 10,000 کالری چون خب عجیب تو روز تمرین میکرد. این از این که اومدیم بحث کالریشو گفتیم با هم دیگه، و اینکه از منابع طبیعی ما نمیتونیم دریافت کنیم ریزم و غذی هامونو به اندازه کافی. یک سری ریزم و غذی های هستن که چون به وفور تو منابع غذایی پیدا میشن نیازی نیست ما جداگانه بریم مصرف کنیم. مثلا ویتامین کا که اصلا کم بودش خیلی کم یابه، اما ویتامین د کم بود داریم ما و 99% مردم هر جامعه‌ای دارن ویتامین د مصرف میکنن، غیر از اون جوامعی که بحث آفتاب و خورشید و اینا میگن خورشید پشتش به ماست، اونجا زیاده، مثل جنوب کشور خودمون که دیگه اینقدر سمت آفتاب میگیره و پتانسیلش هست دیگه نیازی نداره به مصرفش، اما اکثریت دوچاره کم بودشن. خب چرا نمیرن ماهی بخورن ویتامین د ازش بگیرن؟ چرا نمیرن انواع اقسام مواد غذایی که الان تو ذهنم نیست و ویتامین د داره رو برن بخورن و از اونا بگیرن؟ خب نمیشه. اون مقدار 1000 واحد یا 400 واحدی که در روز پیشنهاد شده با مصرف کنیم ویتامین د نمیشه از غذا گرفت. خب اگه میشد برای چی اومدن قرصشو اختراع کردن؟ اون قرصی که داری میخوری یه ویتامین د میندازی بالا، خریدی 4-5 هزار تومان، الان اون قرص 4-5 هزار تومان اول نبوده. اون زمانی که شروع کردن محققا ببینن چیکار باید بکنن برای این درد جامعه و این قرص اومدن شروع کردن به تحقیقات و اینا و بعد ساختن و بعد روش کلی آزمایش انجام دادن رسید دست ما، فکر نکن همون اول 4000 تومان بوده، خیلی بیشتر از اینا بوده. با علم شده این قیمت و با علم به این حجم زیاد به ما داره عرضه میشه که ما مصرف کنیم و کمتر دچار انواع اقسام بیماری هایی که از کم بوده ریزم و غذی ها هست بشیم. این مطلب ها میره کنار. مطلب بعدی، یکی از رفقام سوال پرسید که الکترولیت چیه؟ اصلا الکترولیت از چی میشه گرفت؟ قضیه ای که هست اینه که کلا الکترولیت مواد ریزم و غذی هایی هستن که دارای بارن، با یا بار مثبتن یا بار منفی، بار الکتریکی دارن. وقت از مهمترین کارهایی که این مواد تو بدن ما انجام میدن تنظیم اسیدیته خونه. حتما شنیدین که ورزشکارای ماراتون یا ورزشکارایی که 20 دقیقه فعالیت به بالا دارن بهشون پیشنهاد میشه که محلول الکترولیتی بین تمریناتت، بین مسابقاتت مصرف کن، یا بهشون پیشنهاد میشه که محلول ایزوتونیک بین تمرینت مصرف کن، قبل تمرینت مصرف کن. به چه جهتی؟ اینو به همین جهت تنظیم اسیدیته خونه. چون یه سری ورزشکارا هستن، یعنی یه سری که اون ورزشکارایی که این تایم ورزش میکنن بدنشون میره به سمت لاکتیک شدن و این اسید لاکتیک باعث میشه که خب سطح اسیدیته خون بیاد پایین و الکترولیت هستن که میان کمک میکنن سطح اسیدیته رو برمیگردونه به اون سطح اصلی و نرمالش. یه جا دیدم مثل این که بین 735 تا 745. و قضیه بعدی که هست اینه که بدن عرق میکنه، آب از دست میدی تو و بدنت کم آب میشه. الکترولیت ها از جمله موادی هستن که میان و کمک میکنن که این آب از دست رفته دوباره برگرده به بدن. کارهای دیگه هم هست که انجام میدن تو گرفتگی عضلات به شدت موثرن، کمک کنندن. خب میدونیم که ما تو عضلاتمون با استفاده از این سری از همین الکترولیت هاست که انقباض عضلانی داریم یا تکانه های عصبی ما که نورون ما انتقال پیام میده به سمت آکسونش و آکسون نورون بعدی اینو میگیره. اینا همش از طریق همین ریزم و غذی هاست، مثل سدیم و کلسیم و پتاسیم و انواع اقسامش، که اگه بخوام بدونم ریزم و الکترولیت چیه یه سرچ ساده بزنید براتون میاره. یکی از خفن تریناش بیکربناته که
ما سدیم بیکربنات هم داریم به اسم جوش شیرین میشناسیمش. به شدت سطح آستانه لاکتات ما رو دستخوش تغییر میکنه و کسایی که ورزش های چیزی دارن بی‌هوازی لاکتات دارن مثل کشتی یا کراسفیت اینا براشون به شدت این جوش شیرین یا سدیم بیکربنات عالیه، چون تو بحث دم کردن اینا خیلی خوب کمکشون میکنه. اینا هم گفتیم. میرسیم به اینجا که تو چه مواد غذایی الکترولیت‌ها پیدا میشه. بهترین منبع غذایی برای الکترولیت‌ها آبه. آب آشامیدنی، نه آب چیز دیگه. آب آشامیدنی خودش نمیتونیم بگیم سرشار از الکترولیت، ولی پر الکترولیت دیگه. تو آب ما کلی ریز مغذی خوب داریم مثل سدیم. اما اگه منابع غذایی دیگه بخواین انواع اقسام میوه‌جات الکترولیت داخلش دارن. انواع اقسام غذاهایی که ما مصرف میکنیم، آجیلا، همش الکترولیت داخلش داره. خیلی نیازی نیست ریز بشیم تو این بحث الکترولیت ها. بهترین کار اینه که ما یه رژیم غذایی متعادل داشته باشیم، هر از چند گاهی یک چکابی ما انجام بدیم و بعد اگه دیدیم چیزی تو بدنمون کمه، از طریق مراجعه به پزشک چیزی کمه، خب حالا بیاین از طریق قرص و دارو اینا رو دریافت کنیم. اما اولویت اول ما رژیم غذایی متعادل و مناسبه، بعدش رفتن به سمت مکمل‌های غذایی و ورزشی. اوکی؟ خیلی مخلصم، خیلی شاکرم. لطفاً ویدیو رو لایکش کنین، برام کامنت بذارین و اگه دوست دارین با رفیقاتون به اشتراکش بذارین. پیج اینستاگرام من هم دنبال کنین. شب و روزگارتون خوش.